هنگفتی بیمار میداد و میرفت به خارج کشور. اینم تو نوبت میمون، مثلا 1 سال تو نوبت بود، 2 سال تو نوبت بود تا پیوند از جسدش انجام بشه و یه هزینه هنگفتی بود. ولی الحمدلله در حال حاضر در کشور ما این مشکلات برطرف شده. خیلی سخته، یعنی شما حتی 1% اگر فکر کنی که دیگه راهی نداری و تا آخرین لحظه عمرت باید با این بیماری سر کنی و مخصوصا بیماریایی مثل ما که باید بیان دیالیز، یعنی رفت و آمد، زحمت. ببینید شخصی مثل اون آقا که رفت و آمد براش خیلی مشکله. واقعا آدم خوشحال میشه که بدونه زندگی یک نفر رو نجات بده. واقعا میگم اینو، خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی میگم مشکلات مالیه که باعث میشه آدم به این سمت بیاد. recule un peu. On prend un peu de recul, on va envoyer le rein qui est ici. Hein.